فرزان نامداران و گردنکشان کسی هم برد نزد رستم نشان که شد کشته سهراب. فیلمی داستانی رستم و سهراب برگرفته از شاهنامه سال 1971 میلادی. فیلمی که کاری فیلمبرداری آن را زاور داخته فیلمبرداری نامداری تاجیک بر عهده داشت. زی دستی پدر خار گشتم همی دروغ است. زاور سال 1936 در منطقه داغستانی روسیه به دنیا آمد. پدرش ایرانی بود. او 13 سال از کودکی خود را همراه خانواده در ایران گذراند. پس از پایان تحصیلاتش او همکاری با تاجیک فیلم را شروع کرد. زاور تاکنون 13 فیلم هنری و صدها فیلم مستند و داستانی را فیلمبرداری کرده است. فیلم هایی که از جمله بهترین و شاید معرف قدرت تاجیکستان در آن زمان در این رشته هستند. در سالروز تولد 75 سالگی زاور داخته تالار سینماگران تاجیکستان اخیراً میزبان بزرگان این هنر برای تجلیل از یک عمر خدمات این هنرمندی تاجیک بود. آخر سالهای 50 هنگامی که زاور به کینوستودیوی تاجیک فیلم آمدن نسبی اون کس بسیار آدم را در حیرت ماند. نه تاجیکی، نه روسی، نه داغستانی، ولی دیر نگذشته زاور همچون برادر، همچون همکسب، همچون تاجیکی مقیمی در بین همکاراش و در بین تماشابینان شهرت پیدا کرد. مشکلاتی که در سالهای بعد در تاجیکستان به وجود آمد سبب افت شدیدی هنر فیلم و سینما در این کشور شد. اما زاور در تمام این مدت از پا ننشست و دوربین عکاسی را جایگزین دوربین فیلمبرداریش کرد. او نمایشگاه‌های بسیاری برپا کرد تا هنر، فرهنگ، طبیعت و مردم تاجیکستان را به جهانی که این مردم را فراموش کرده بود یادآوری کند. او در عرصه عکاسی هم خوش درخشید. کتاب‌های او به زبان‌های گوناگون ترجمه شده و با عنوان سفیران تاجیکستان به نقاط مختلف دنیا فرستاده شد. در این نمایشگاه کتاب اخیری او با عنوان تاجیکستان از نگاه زاور داخته معرفی شد که امسال برای اولین بار در ترکیه به زبان‌های فارسی، روسی و انگلیسی چاپ شده. این کتاب توجهی مرا هم جلب کرد و به خانه زاور داخته رفتم تا از نزدیک با او درباره این کتاب صحبت کنم. از نور و از وقتی که میگیری عکس‌ها منظرها رنگاش عوض میکنه. مثلا اینجا یا همین عکس تیر ما گرفته شده، عکس دیگه شده، منظر دیگه شده. یعنی در نمایشگاه خیلی ها میان دست میزنن فکر میکنن که این با نقاشی کار نقاشی رنگه که بعدا میبینن عکسه. بعد همین دم نگاه کنیم ما تاجیکستان گوشه‌های خیلی زیبا داره. مثلا یک جا داره 40 دخترها میگه در ناحیه قنچه. همین اگر نزدیکتر نگاه کنیم شباهت بعضی شباهت آدم داره. یعنی خود طبیعت با باد و با بارون برف اینا رو درست میکنه، مثل اینکه یک کسی با دستش تراشیده. از خصوصیات اصلی زاور علاقه فوق‌العاده او به طبیعت زیبای تاجیکستان است. طبیعتی که سالها نادیده و بیکر در دل تاجیکستان باقی مانده است. او برای عکس‌هایش حتی در 75 سالگی ساعتها پیاده سفر می‌کند. در بین دوستانش او به سخت کوشی و دقتی در کار شهرت دارد. طبیعت تاجیکستان چه درجه او کس میگیرد به نور که حیران میشویم. ما حتی رسما حیران میشویم که از کجا اینا میبیند، چیکار کرده میبیند. مانده شوی ندارد او کس. پامیر باشه مرحمت خسته میرود. یک خلا رفته اگر از ورتالیات پامیر صورت گیرند این پیاده گشتگی است. کسل هم باشد دست شکستگی هم بود یا وقتا یک دسته رفته که جای گوی میرفته عکس میبرد. از این دیگه برای آدم ایجادکار چی در کار است؟ قریب 1000 تا کادر میگیرد که بعد یک کدامش که معقول شود همونا باید گرفته ماند.
یکی از ویژگی هایی که ظهور را از بقیه هنرمندان این رشته متمایز می کند پشتیکار او در ثبت زیبایی و در این راه خطر کردن اوست. یکی از فیلم های ماندگار او در مورد قهرمان چتربازی جهان یوری برانوف است که جایزه بهترین فیلم مستند ورزشی را در آن سالها به خود اختصاص داد. ظهور برای فیلمبرداری این فیلم بارها با چتر به پایان پرید. من توانستم 17 بار با چتر بپرم با کامera که داشتم سرم. اون وقت با نوار بود، خیلی وزین بود، اما به من گفته بودم مثلا چطور باید بپرم، چه کار را کنم. و این کلاهی که با کامera گرفته بودیم تقریبا 7 کیلو وزن داشت، چون اگر با چتر اگر من میپریدم به زمین که بریستم، اگر کلاه سرم بشه البته سرم میشکست. برای به من گفته بودن که از 900 متر تقریبا که به زمین میمونه من باید این کلاه رو از خودم بگیرم، چون که هم با کمربند بسته بود هم لاستیک بسته که کلاه نلرزه. خیلی باید سخت محکم کرد اونو، چون با سرعتی که میری کامera میتونه بلرزه. برای این باید این کلاه که محکم کنی باید علاوه باز ریزینا میکشی اونجا که خوب فشار بیاد تکون نخوره. اینا رو باید بود زود بکنی، همشو بتونی بکنی در بیاری و اینجا کامera با یک خطی بسته شده که آویزون بشه. وقتی نشستی سرت نشه این کلاه و سرت مان. این خیلی کار مشکل بود، اما به این نگاه که نکرده یه دفعه من خیلی بعد زمین افتادم و کامera زیر کمرم موند و اونجا تقریبا یک هفته من حرکت کردن نمیتونستم. نشانت رستم، نشانت کجاست؟ نشان کو؟ نشان من است این. پسر را بکشتم با پیران سر، بریدم پایو بخیان نامور، دریدم جگرگاه پوری جوان. فیلم رستم و سهراب یکی از افتخارات هنری ظهور و سینمای تاجیکستان در دهه 70 میلادی است که با همکاری کارگردانی به نام تاجیک بریز کیمیاگروف و ظهور داخته بر اساس داستان‌های شاهنامه ساخته شد. اینطور شد که اخلاق من و این خطی که من فیلم برداری میگرفتم به کیمیاگروف خیلی نزدیک بود کار من و اون هیچ وقت عصبی نمیشد و اون چیزی که شب بهم میگفت چی میخواد بگیره، چطور میخواد بگیره، منم عقیده خودم شب بهش میگفتم. ما با همیشه فکر خودم میگفتیم که چطور بشه، چون که فرداش که کار میکردیم به من لازم نبود که کارگردان پیش من واسه. اون کارگردان میرفت با هنرپیشا کارا خودشو میکنه، صحبت خودش کنه که حرفاشون درست بکنه. اما من که هستم اینجا مثلا نور چراغ بذارم، کامera چقدر حرکت بذاره، حرکت بکنه، اینا رو میگشتم. و این ما که میگیم میزانسن میگیم حرکت، هنرپیشا اونا رو فقط به من نشان میدادن که به واسطه اونا چراغ، نور و چراغ بذاریم که همش خوب بشه. در هر فیلم واجب چه سوژتی داره، یعنی معنیش چیه؟ این رستم سهراب هم مسئله جنگ و صلح بلند میکنه که شاه‌ها جنگ میکنن، آدما میمیرن، آدما وفات میکنن، یعنی سبب به آدما میرسه. این نتیجه بود. برای همین بود که آخر فیلم مثلا که رستم سهراب میکشه و در دستش میاره در بیابان پیش جنگجویان که از یه طرف لشکرهای از دو طرف لشکر واسطه، میگه ای مردم مثلا چرا جنگ تموم کنین؟ اون وقتا گلها مثلا سفید بود. بعد وقتی که این درباره جنگ صحبت گلها همش سرخ میشه، عوض یعنی یکی دیگه عوض کنن. 4000 تا گل از گلهای لاله از مسکو آورده بودن، سرخ شد. برای این چیز بود که و فیلمش هم خیلی مشکلات داشت که آدما زیاد اشتراک کرده بودن. مشکلات اون بود که فیلم برداریش یعنی نه که جای وسیع بود و آدما زیاد بود. خیلی مثلا در قصر که در آدسه گرفته بودیم، یک شبش مثلا شبانه که گرفته بودیم، به ما 4 تا ماشین برق لازم بود. هر 4 تاش هر یکی چراغ هم ماشین به 6 تا چراغ نور میداد.
یعنی ببین چقدر باید چراغ بذاریم اما باید در اکران که میبینیم در پرده ما حس کنیم که این شبه، یعنی روز نیست، یعنی اونجا نور میده، اونجا تاریک میشه، اونجا پله های کم دیده میشه، اما بی چراغ همش سیاه میشد. برای این البته مشکلات داشت. این مشکلات هم برای فیلمبردار یک تجربه بزرگی که در آینده استفاده میکنه، چون که هر فیلمبرداری بعد از فیلمبردار خودش یک چیزا کارهای خودش میگه که مثلا میگه اگر دوباره تکرار میکردم مثلا اینطوری میکردم، چون که وقتی عجله کار میکنی تو فکر هستی بعد چاره فراموش میکنی، یا که اهمیت نمیدی، یا که فراموش اهمیت نمیدی، اما در پرده که دید چشم اینو میبینه و میخواد که اگر ممکن باشه دوباره بگیره، اگر ممکن نشده که در آینده این اشتباهات نکنه. تو آزرم خواهی؟ ندارم مدار، نخواهم زی تو رحم، اما اگر تو میداریم انتخابی دیگر زمن جان ستان. گوییم که درباره کمپوزیت کادر و در سالهای اخیر ظهور داخته تمام انرژی خود را برای آموزش هنرمندان فرای تاجیکستان مصرف می کند. تلاش برای بازگردانیدن سالهای پرافتخار سینمای تاجیکستان. او در سایه همسر و فرزندانش نقشی مهم در ثبت و ضبط فرهنگ و تاریخ این تمدن کهن در گوشه شرقی آسیا بر عهده داشته که همچنان برای آن تلاش می کند. Never, never, we shall be